گیتی است. زبان آدمی نشانه های ناپیدای تناب بریده قطعیت باشد که فصلها مورچه های کارگرند، ملکه ها سالهای درو کننده قوت لایمون. حالا دیگر تمام راه ها را می شود سمت اولین میدان هدایت کرد. ترافیک شناور در رادیو مردی عرفان را جیغ می کشد. فردوسی سنگواره سخن پارسی بیروح شاهنامه را سخت در سینه می فشارد. لابد از گزند روزگار یا بیم آن دارد گذر کنند شاعران تازه از راه رسیده. در منتها علیه انقلاب فردوسی ترسش از آن است لابد که نکند از او هم گذر کنند مثل پلهایی که از سعدی و حافظ ساختند. فردوسی نمیداند اگرچه 30 سال رنج برده چه 10 سالهایی که از کفمان بودند و ما لام تا کام نگشودیم چون نمیخواستیم عیب هنرمان زبان زده عام و خاص شود. اگر بپذیرند آوای ابوالقاسم تا میدان فردوسی راهی نمانده. خطای ویژه اتوبوس های تندرو. مواظب باش، خطا کنی جریمه میشه. هر که میخوایی باش، اینها تو رو به سنگوارگیت میشناسن. تازه شانس آوردی تو پارک نبودی که شبانه گمت میکرد. برادر کارت ملیت در امان باشد از دست ممنون.